کشور ما آناتولی و نام جدیدش ترکیه از قدیم الایام یکی از مهدهای زبان و ادبیات فارسی بوده. علاقه ما با زبان و ادبیات فارسی خیلی خیلی به دیرین روزهای قدیم میره. البته در کشور ما فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ، عطار، سنایی خیلی شناخته میشه. شاهنامه و فردوسی هم شناخته میشد، ولی تا تقریبا 7 سال قبل متن کامل شاهنامه به زبان ترکی استانبولی جدید نبوده. خوشبختانه یکی از اساتید ما در دانشگاه آنکارا تقریبا 60 سال قبل فوت کرده، نجات لوگال، آغاز به کار ترجمه شاهنامه کرده ولی عمرش وفا نکرده و فوت کرده. اون کارش بقیه اش مونده بود. من اومدم اون کاری که خودش کرده بود تصحیح کردم، تکمیل کردم، اضافه ها کردم، از چاپ های مختلف از 13 نسخه چاپی شاهنامه استفاده کردم و خوشبختانه در مدتی 10 سال شاهنامه کاملا به ترکی استانبولی ما ترجمه شد و سال گذشته، یعنی میتونیم بگیم که 4 سال بعد از ترجمه اش 4 بار چاپ شد و تا اکنون 10,000 نسخه ترکی شاهنامه در دسترس مردم عزیزمون هستش. استقبال چطور بوده؟ به ویژه جوانان. بله، استقبال خیلی زیاده. از دانشگاهی ها بگیرین، دبیرستان ها، اهل ادب و شعر و فرهنگ، چون منتظر بودن، تشنه بودن که شاهنامه ترجمه بشه. کار خیلی سخته که بنده مجنونوار اومدم، خوشبختانه یزدان را سپاس اون کار تکمیل شد و خیلی استقبال شد. من هم از این کار خیلی خوشحالم که یه پل ارتباطی شدم بین موضوعهای شاهنامه و بین جوانان عزیز ما.